بچه ها چطورید؟ بچه ها من شیر کاکاو هم ببینید شیر کاکاو هم و بچه ها کسایی که ویدیو رو قسمت قبل دیده بودن میدونن ما تو قسمت قبل چی شد. رفته بودیم قار، بعدش آره دیگه بعدش هم رفتیم تو قار و دایمندی چیزی پیدا نکردیم، ولی من رفتم وسیله ها رو بردارم بیارم. خیلی بد بود بچه ها، یعنی زامبی کریپر. ببین با فقط یه دونه سورد مسی بودیم. آره بعدش رفتیم کلی ترکوندیم اونجا رو. آره از 4 تا چوب کندیم. درخت های اینجا رو میبینید کنده شده. آره اینجا ما درخت کاشتیم، چون تو ویدیو قبل دیدید که کاشتی بودیم. آره ما دیگه بریم ادامه ویدیو بچه ها. خب بچه ها بهتون قول پارت دوم رو داده بودم. خب بچه ها ما اومدیم تو این پارت دوم چیکار کنیم؟ خونه بسازیم. خونمون رو اومدیم تکمیلش کنیم و آره بیایم یه دونه چوبا رو بکنیم بچه ها. بعد فکر کنم تو پارت 3 و 4 برم. آخه یه قاره واردن هم بود. قاره واردن که نه، ولی همه میدونن منظورم کجاست. اونجا هست واردن هست خوابیده. بله اون بالا ما آره دیگه فکر نکنم اونجا بریم زنده بمونیم. آره بله 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 بله. خب بچه من دیگه رفتم سنگا رو کندم که دیگه نیام اینجا. همین دیگه شما نصف ویدیو رو آهنگ بشنوید بعد همین چیز کنم. آره به نظر خودم دو تا نه دو تا دو تا او بچه همین یه دونه بزنیم. اما میدونید داشتم چه حساب میکردم؟ میخواستم آخه سقف رو 2 تا در میان چوب بذارم، بعد نه خیلی خوشگل تر میشه. آره کسی که نمیدونم بدونم. بله ای خدا همون از اینا. خیلی میدونی سخته یه خونه خوشگل ساختن. شما دل منو تو بودی. خب بچه خب این اولین واسای این سنگ این هم سنگ درست پس درست میشه. خوب میشه بخوایم یه دکی در میان چوب بده وگرنه چوب بود. آقا بچه ها تو قسمت بعد نظرتون فرم چوب درست کنیم. آره ای خدا بچه امیدوارم پارت اول رو دیده باشید اومده باشید پارت دوم ببینید. بچه لایک فراموش نشه، سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، هر کامنتی بذارید مهم نیست، فوش بدید هرچی بدید مهم نیست. ما بارونم میاد کار میکنم بچه ها. سنگا رو میتونیم بذاریم و بریم. و تازه پنجره هم باید ردیفش کنیم، کف هم باید ردیف کنم. بودم آره دیگه خونمون هم انتقال بدیم بیارم اینجا. تخیه داریم، چستم که داریم، بهتون بزنیم فرنیس هم داریم. آره ستون هم داریم، ستون هم داریم. یه سکس هم کردم همه شد چقدر بد، خیلی بده اصلا کلم بده. از یه استک کلن 14 تا شد 60 تاش رفت. ای مرک این چه بکنی؟ اینا اینجا برای خود طویله است خنده خدا. خب بچه از اینجا بیایی تو میکشم.
بلنگ مسی این بود از ردیف اول. خب بچه به نظرم برای اینکه خونم خوشگل تر شه و باید بریم یه دونه پیل بسازیم. زامبی ها بود نیستن تو همه میدونم اون قاری که من رفته بودم توش. گفتیم زامبی بودم یا اول اونم چه زامبی. بچه جون بخورو بچه جون چون نمیدونی مال بازی تو دنبال کشتن مایی یه بوده. آفرین بچه پرد شد همین قدش پرد میشد مرد. خیلی خوب بچه ندارم بذاریم برای پارت چهارم. ما الان پارت دوم. ای خدا اذیت نکنید دیگه. همه بذاریم بپس خود. آقا ما تنبون نداریم کفش هم نداریم. خب ماشاءالله مرغ فعلا نیاز نداریم. اینا رو بذاریم داخلش. خب راستی یادم چه بسازم 12 تا میخواستیم ما 10 تا 12 14 تا بس. خب با سلام. خب اینو بیاریم اینجا. خب عالی شد. پنجره ها رو عشق یعنی عالی. پنجره ها بیرون خیلی خوشگله. 4 تا دیگه داریم. دقیقه نیازم. خب بچه پنجره هم اوکی شد. ای خدا پنجره نه اوکی نشده. 2 تا دیگه نیاز داریم بچه تا صبح بشه ما یه ذره کارهای برای چیزا انجام بدیم. 2 تا میسا نمیخوام چون بچه بره جاش میره بازم بیرون میکن. تو خونه برو تو. خب شب شده تازه داره شب میشه بچه حوصله ندارم. خب بچه این بود از الان خونه ما. الان ما بریم چوب بیشتر بذاریم این دورشو. فکر کنم چیزی خوبه. چوب سنگ پایینو بزنیم. آره نه کلش به نظرم چوب باشه. نمیدونم. آره نه به نظرم آقا کفشو تو کامنت ها بگید. فعلا من خودم چوب سنگی میزنم تا شما بگید. نمیدونم چیکار کنم حقیقتا. یا ابوالفضل شما رو کم بیاریم بدبختیم ما. شب بشه خیلی بد میشه. شب هم نتونیم بریم بیرون خوب نیست. خب عالیه خونه عالی. خونم خیلی عالیه. اینقدر عالیه کسی نیست بهش حرف بزنه. عالی شد. بگیریم بخوابیم. وای بچه فکر اینجور نکرده بودم. فعلا اینا بذاریم بخوابیم. نمیذاره بخوابیم. از کن خوابیدیم یه کریپر بیاد بتره که بقیدیم.
چرا اینجوری؟ یا خدا. ببین نشتی بیام بیرون که کارت تمومه. کارت که تموم. بذار بپرم بزن. بیا بزن. خب بیا نزدیکتر. حالا بیا. یه دونه دیگه. تو رو خدا بزن. آها به بخوره. یا خدا. چرا بیرون میزنی داداش؟ بیرون بزن. حوصله‌تو ندارم مردی که در باید. ولی اینجا رو زدی پره چیز کردی تیر کردی. زشته به خدا. آخه زشته. آخه چرا اینجا آخه؟ یا خدا خیلی زامبی ها میان بغلای اینجا ها. کریپر دی اسپون شد. اسپایدرمن یا رفت کشتنش. خیلی بده اینجا اصلا جا خوبی نیست برام. آقا چرا میبینید وقتی یه ذره چیز بهشون میزنم چیز میشن. دیدی کریپر ندیدمش کجا بود. اگه زده بودنش. اصلا خیلی خوبه. ای خدا. بچه آخه چرا اینجا؟ آخه آدم فهمیده. آخه حداقل یه جا دیگه میترکیدی. میبینی من به چوب نیاز دارم و میاد دقیقا همین جایی که من دارم وایسادم میترکی. تو رو خدا آقا نکنید. چرا آخه اصلا تو هم میای اینجا؟ بعد میگم ما نجات پرست نیستیم. اصلا نجات پرست نیستیم اصلا. ببین تیر خونمو به درد نمیخوره. چرا؟ چون یه آقای کریپری آقای خیال چنبری میاد اینجا حرف میزنه. اینجا رو ببین آخه اینجا چیش خوشگله. داشتیم قربون خونه رو میرفتیم یکی اومد اینجا ترکید ریدم. اینجا رو میدونی چه فکری به سرم زد؟ اینجا رو بیاریم اینجوری بکنیم. ای خدا حواسم نبود. چرا من کندمش رفت. 10 تا دیگه اینجا داریم. آری ماشالله بچه ماشالله. اینجا هم اینا رو بچینیم. ماشالله. مثلا ماشالله به بچه های خودم. بچه های ایران زمین. داشت اینو میکنم. خب اوکی شد. اینجا رو که ترکید اوکی کردیم. حالا باید بریم چوب بکنیم. خیلی زیاد چوب نیاز داریم. اون ور چوب هست ولی من علاقه به اون ور ندارم. آهنم زیاد داریم ها. بچه آب بناهایت باید درست کنم. فوق افراد اطرافمون هم زیاده. نمیدونم چرا ما حرام خور نیستیم. ما حرام خور نیستیم بچه ها. کسایی که تو کامنت هم حرام خورن لایکو بزنن. شوخی میکنم. ای خدا. داداش بیام تو این درخته که تو میشاری. چند داداش بگم تو اصلا شد درخت شدی. رفتی اصل بچه درخت. میگم چقدر کیفیت پایین شدن. نمیدونی چرا. خب بچه من این ذره حالم بهتر شده از اون موقعی که ویدیو گرفتم و سرما خورده بودم. آره من تو هفته اول ویدیومون رو 2 تا ویدیو گذاشتم. یه دونه شورت ویدیو. البته فکر کنم
2 تا شورت ویدیو و 2 تا ویدیو. بله اگر دیده باشید شورت ویدیوش که تا الان 28 تا بازدید خورده، 28 هم بیشتر خورده. ولی بله خب 19 تا چوب الان گیر آورده. فکر نکنم حالا چون هرچی ما فکر کنیم اتفاق میفته. خب بریم بالاتر. هرچی گوسفند آقا چرا زمین کندوه داشت ببین میکشم. نگاه کن به پشم نیاز داریم چون یه زمان بریم چیز ندر دنبال چی نمیدونم همش اسمم یادش. تبر سنگمون هم شکست. بریم تو سراغ تبر مسی. باید شد یه روزم باید بیایم این بذرشون رو جمع کنیم. بچه راستی ممنون از کسی که ویدیو چیزمونو همین چیز همین یادم نیست بگم ولی حالا بدون آقا 3 تا کندوه اصلا به خدا. چرا 3 تا آخه چرا 3 تا یکی وای بچه مردیم. ای خدا باید پاشیم بریم دوباره اون سر دنیا. حالا خوب شد تو قار نموندیم میدونید خیلی بد بود. از رو یه دونه کوه افتادیم مردیم بچه. خیلی بده مگه نه؟ ما به سنگ فعلا نیاز نداریم چون آخه اینجا مردیم دیگه. باره اینجا ببین آخه خدا وکیلی آخه کی از یه فاصله نزدیک میفته میمیره. حالا فرض کن چوبا نباشن تو چوبا. خب لباسی خوب نکنه کسی برداشت. نه بابا کی این لباس کلا و لباس مالشون خوبه فقط تبره یه ذره ترکیده. نه تبره که نه همین چیزا حالش خوب نیست. سپره کلا سپره در حال شکستنه. میگه کی رو شکست. شوخی میکنم. بچه به نظرتون همین تو کامنت ها بگید دارم مثبت 18 حرف میزنم یا نه؟ خدا یه ذره بریم تو قار یه حسی به حالمون بیاید. آقا ما نیاز اساسی به زغال داریم اینجا. آقا این کی نمیاد این مرغه رو بکشه؟ کی نمیاد این گوسفنده رو بکشه؟ کی آخه نمیاد این گوسفند سیاه پشماشو دیدم کثافت و جای زیره خیلی عجیبه ها. دایمند نیست. دایمند و این ناچ عزیز برداشته. آخه ناچ عزیز ناچ خوشگل چرا آخه دایمند رو کمیابش کرده خاک تو سر. دالیزی دیگه از اون طرف مس هم کمیاب شده. یادتونه تو ورژن های قبلی مثل ورژن 1.19 بود یادتونه کل دنیا مس بود بهش کاری هم نمی اومد. بچه آهن به بچه داشتیم ناچ و فوش میدادیم ناچ بهمون آهن داد. آیرون دمت گرم ناچ دیگه فوشت نمیدم. الان فوشش نمیدی دیگه تموم میشه. آخه این چیه خدا وکیلی. این کسایی که میگن اصلا ربطی نداره که لایکو بزنن. اگه کسایی که میگن ربط داره به اینکه همین ورژنش خیلی بره بالاتر کامنت بذارن و اونایی که اصلا هیچ کدوم قبول ندارن سابسکرایب کنن.
زغال اینجا خیلی زیاده. اما شب برسیم به خونه بچه ها. سپرم که داریم بچه این آخرش باشه. تمام شد. ای خدا، ای خاک تو سرت. الان چجوری بریم بالا؟ آی خدا، برون ور. زامبی اومد دور صبح برمیگردیم. یا اول فصل. خب رسیدیم بالا، رسیدیم به این دیوار. تو بیارو شو. خب بچه چوب به اندازه کافی جمع کردیم که همه چی داریم. خوبه. یا اول فصل. زامبی، چقدر زامبی اینجا داره. آخه همه زامبی کفایت میکند. 22 تا ایران. به 22 تا. خب یه دونه تنبون، یه دونه به فول میز شد. خب بچه های عزیز، خب بچه ها بذارید ببینم آیرون همون تا میبازم ما یه شورت خوب بریم تا شو. و اینکه بچه چه خبر؟ خوشحال یا اول فصل. زامبی اینجا زیاده. تنها چیزی که اینجا زیاده زامبیه. زامبیور چقدر خوشگلی. بیا جلو تو نمیتونی منو بزنی. بچه زامبی همشون مردن. خدا بیامرد شد. حالا بچه ما کار رو شروع میکنیم صبح. بچه فکر نکنم که اینجا جایی برای ما باشه. یا اول اینا چجور اومدن بیرون؟ اینجا رفته بودن تو خونه. این چرا دوباره باگ خورد؟ بچه از آخرین باره که بازی من باگ خورد میگذره. باگش رفت. آگه داداش بچه خیلی یه دقیقه ترسیدم. برون مرد که دلغک. بچه یه طور شاید باید بذاریم. خیلی این وقت ترسم شده. میرم تو هیچی نیست. میدونی ای خود تازه آرمورامو درست کردم. میدونید تازه اینجور درست کردیم بذاره به مشکل خورده اینجا. خب بذار من سقف کلم ببندیم چون از آسمان که نیومدم بیام تو. حداقل سقف که بستیم تازه میخوایم بریم طبقه دوم بسازیم. بچه ها خونه که من در نظر میرفتم 2 طبقه است. اندازه 2 طبقه چوب داریم. به طبقه دوم هم از سنگی کلا ستوناش چوبه. خب بچه خونه عالی شد به نظر خودم. از 1 تا 10 تو کامنت ها بهش نمره بدید چون این پارت هم میخواییم کاملش کنیم خودمون تنها و بریم مزرعه بسازیم. نظرتون مزرعه رو روش بسازم طبقه دوم برش نسازم نمیدونم. خب چوب نیاز داشتیم یادتون باشه. تمام نیازمون برطرف شد. خب بچه اینجا رو بله. خب آقا بچه چه خبر؟ چه کار میکنید؟ کیا مثل من امروز که نه آره
امروز سالون داشتم چون من پنجشنبه است دارم ویدیو میگیرم تا اینکه شما رو ببینید. آره بچه ویدیو همونو ببینید. بله خب عالی شد. اینم نمیشه اینم بکن. خب بچه من فکر کردم به نظرم جایی که چیز بزنیم سنگ بزنیم همین خاک بذاریم باش. من حالا خودم که دارم همین فکر رو میکنم ولی یه دلیلایی به نظرم چیز نباشه خاکی نباشه. میدونه خاکی یه ذره منو یاده چیز میندازه مزرعه میندازه. آره چون بیشتر نیازه بیا بسازیم ببینیم بیاریم. آره خب بچه تموم شد. خونمون پنجره من ببندیم. خب تموم. حالا باید بریم سنگ برداریم بیاریم. بچه کلنگ مسی باید بسازیم. بچه خب تموم. یک اینجا دوتا اینجا. خب بچه تنها چیزی که الان ما دوباره پیدا کردیم درده. خب بچه تموم شد. خب چوچولو ناجی خب چرا اینجا گوشت زنبی افتاده. اون بچه قارای گنده ایه. اینجا رو یادم نیست چه شده بود نمیدونم. بچه اینجا زغال خواهیم بریم آخه مایم کنیم بچه یه ذره مایم گوشت نیاردم ای خدا. بچه زغال گیرو بردیم ای خدا بچه یه دقیقه